البته بعضی محدودیت ها بود نتوانستند به معنای این که مثلا کمیته سفربر نکرد بعضی شرط و شرایط هایی که برای اشتراک در بازی‌های المپیک مقرر کرده شد از آن جمله ما چند تنها توسط دو ترانسپورت واسطه مثلا هوایی نقلیات هوایی تا به مکان برگزاری چهارمین‌های ورزشی رسیدن یک عاملش سال گذشته همین فکت همین عامل باعث شد که ما چندین مرتبه اشتراک ورزشکارانمون رو در چهارمین‌های بین‌المللی تامین کردن نتوانیم حتی چند مرتبه ما مجبور شدیم که به خاطر که با دو مثلا چی میگن واسطه نقلیات هوایی رفته به همون مکان رسد ما ورزشکارانمون رو توسط واسطه نقلیات به کشورهای دیگر سفربر کردیم که مثلا از اونجا یعنی که رفته به همون مکان رسن حتی یک حالت شد که مثلا ورزشکار از اینجا رفته به دیگر کشور از اونجا رفته به کشور دیگر باید پرواز میکرد به کشوری که چهارمین دوم میشود از همونجا یعنی که درخواست فرستاده شد که ورزشکار یعنی که اجازه دادن نشود زیرا که علاقه باید دو کشور گذشت سوم کشور میتواند منبع خطر باشد عامل اساسی که ما ورزشکاران ما نتونستیم در بازی‌های مثلا نمودی زمستانه که بازی‌های کوالیفیکاسیونی حساب میشوند اشتراکشون رو تامین کنیم همین عامل ها بود نه خطای نه بازی‌هایی که تا خطای یعنی برای راهخط دادن برگزار شدن بیشتر در کشورهای اروپایی شدن ما که پیام‌های ریس نداریم با قول ما مجبور میشیم از اینجا به دوبای از دوبای به یک کشور و از اون کشور به اون کشور رسیم علاقه سه تا ترانسپورت میشود ما چند چهاربینی مجبور شدیم که از همینجا ازبکستان ماشین خطی فرستانیم بعد از ازبکستان امکانیت‌های اونها را استفاده کردیم آخر ما وقتی که محدودیت‌ها شد و مثلا دیگر پروازها را قطع کردن یعنی که همین گونه مشکلات شد که دیگر ما نتوانستیم ورزشکارانمون رو برای اشتراک در بعضی چهاربینی‌هایی که کوالیفیکاسیونی بدن راحت میشدن تامین کنیم